السلام علیکم وطندارای عزیز، خدا کنه جور سلامت سرحال باشین هر جای که هستین. دوستای عزیز، ما در شهر زیبای ازبکستان، البته در تاشکند هستیم و خواستیم که بهترین برنامه رو بر شما تقدیم کنیم. اما متاسفانه چند روز میشه که به حد مریض هستم و چند روز قبل که از کابل آمدیم سینه ما گرفته بود و فعلا یک مشکل درونی پیدا کردیم که معده و یاس قبضیت است یک ذره و این دواهای را که شما میبینین مکمل دو سه دکتر صاحبا دادم برای ما که یکیشام تا فعلا سر ما کار نکرده. نمیفهم که غذای از اینجا ثقیل است یا ای که آبش یک نوع چرب است، اما کدام مشکل ایجاد کرده. به هر صورتش ما بسیار به پلان بزرگ آمده بودیم. از او جمله اینی سوژای ماست که ما پلان داشتیم که همراه افغانای عزیز ما و همچنان کسایی که در اینجا زندگی میکنن برنامه مختلف داشته باشیم. اما تا یک حد حدود انشالله ما براتون برنامه ثبت کردیم. رضایت تا حاصل میشه. تقریبا حدودا بیش از 20 برنامه یا 25 برنامه بر شما ثبت کردیم. انشالله شما هم روزه برنامه ما را تماشا خواهد کردین. کمره مخفی و گزارشات مختلف که گزارشات فکر کنم با او اندازه نخواد بود، به خاطر از اینکه من صحتم خوب نیست و امروز هم وطن دوست صاحب رفته همراه سلفی کدام گزارش از بازار میگیره میاره. دیگه خواستم خدمت شما قرار بگیرم و به خاطر صحتمندی ما دعا کنین و ما آمده بودیم که یک ماه متواتر اینجا باشیم. بهترین برنامه را از سمرقند و بخارا و بعضی جای دیگه برای شما البته ثبت کنیم و پیشکش کنیم. همچنان پلان مایی بود که ظاهر جان باختری، استاد امیز جان صبوری و وای جان صابری را ما در شکار کمره و همکاری دوستا بگیریم. دیگه از این که صحت ما خوب نیست، این روز سوم است که ما در اتاق افتیدیم و دکتر اجازه نداد مرا که ما باید بیرون برایم یا ای که صحبت کنم. مرا گفتن که استراحت کن. دیگه بازم با یکی از دکتر صاحبا که ایدری صاحب است در پیش خانه ما از طریق واتساپ وایبر تماس گرفتم. اونا بعض راهنمایی ها را برای ما کردن و دوایی که برای ما روان کردن لیست چه گفت از اینجا بگیرین. متاسفانه در اینجا و دوایی که در افغانستان می نیست و اینجا به خاطر از اینکه میکروب یا مریضی بسیار کم است، هر دوایی را که میته 80 میلی 50 میلی 100 میلی زیاد نیست. بجز اینی که ما دین روز آقای احمدی برای ما گرفته 500 میلی گرم است هم پنسیلین که در افغانستان فکر کنم پیچکاریش می باشه و این کپسول تابلتش است. دیگه از هم استفاده کردیم. اینیا را تا دو دانه استفاده کردیم. اینیا را استفاده کردیم. اینی شربت است به خاطر قبضیت، یا فکر کنم به خاطر سرفه است یا به خاطر سرفه است و اینی هم یک ملم است. دیگه اینی هم یک نوع دوایی است که البته به خاطر قبضیت است. دیگه اینی هم فکر کنم به خاطر درد است که نه تمام شده و ما خواستیم که میخواستیم البته بهترین برنامه رو بر شما ثبت کنیم تقدیم کنیم. اما ای که چانس یاری نکرد یا وقت یاری نکرد به او هدف بزرگی که ما داشتیم نتونستیم رسیده، که من جمله همیشه بزرگوار ما که در سه هنر کار میکنن باید اینا را ما شکار کمره می ساختیم. اما پلان بعدی ما انشالله بالایشان است. شاید یکی دو ماه بعد دوباره ما برگشت کنیم بخیر بیاییم، از چنگ ما خطا نمیرن و سفرهای بعدی را انشالله باز بر شما را در جریان خواد گذاشتیم. دیگه اینی سوژایی بود که ما آماده ساخته بودیم. شاید چندین تا از این را ثبت کرده باشیم و چندین تایش هم باقی مانده باشه و این هم پاسپورت های ماست که امروز ما قرار است بتون به جناب احمدی صاحب دوست نزدیک ما که میاره برای ما تکت کنه که پس برگردیم به وطن عزیز ما و شما شاید از چهره ما خوب درست اینم وطن دوست صاحب نیست که کمره را نزدیک کنم و خودم پیش میم ببینید که
حالت روی ما چندانه به خاطر ثبت برنامه آماده نیست. و یکی از دوستا در گزارشه که از چیزای دستی داشتیم خانما جور میکردن. یک دوست ما نوشته کرده بود که نظری صاحب گنگس از گپاس پیشش تا و بالا میره. باید تمامتر باشه به خاطر از که صحت ما خوب نبوده و ما نتونستم به درستی برنامه را پیش ببرم. و یکی دو روز اول خوشبختانه افغانای عزیز ما را که روزای رخصتی و سال 2020 بود گیر آوردیم در پارک در پیش میدان هوایی ثبت کردیم برنامه را. امیدوار هستیم که از ما آزرده نشده باشین. همین سفر ازی که از خانه دور هستیم، از خانواده دور هستیم و به خاطر شما آمدیم که برنامه ثبت کنیم و هیچ وقت خود ضایع نکردیم. فقط آمدیم و ثبت برنامه خود انجام دادیم و دوباره به اتاق برگشتیم دیگه. ابراهیم جان و وطن دوستم امروز فکر کنم رفتن به یکی از فروشگاهی که میوجات است، از اونجا بر شما گزارش ثبت کرده خواهد تقدیم کردیم دیگه. امیدوار هستیم که از برنامه‌ای که ما پیشکش شما میکنیم لذت ببرین و بعد از این انشاءالله ما کوشش میکنیم در برنامه تغییرات بیاریم، نه تنها کمره مخفی برش شما ثبت کنیم که البته یک بخش دیگر هم در اینجا در فکر ما آمد که اگر ما برم در افغانستان بخیر یک برنامه را میخوایم تحت نام یک تجربه که در جای هر شرکتی که هست هر چیزی که ساخته میشه من حیث یک کرکتر، من حیث یک شاگرد در اونجا میرم هم کار تجربه میکنم، البته با شیوه کمدی یگان شوخی همراه استاد و شاگردا و دوستای دیگه که اونجا کار میکنن می داشته باشیم و همچنان بر شما یک معلومات هم میشه که در افغانستان چی نوع چیزا ساخته میشه، چی نوع چیزا پخته میشه، چی نوع چیزا تولید میشه، او را بر شما به تصویر خود کشیدیم و همچنان یگان شوخی گکا و در پهلوی ازی دیگه اونا سردار دیوانه را شما یگان سوژای شدیده نور هم انشاءالله گسترش میتیم. یک بار برسیم به کابل صحتم خوب شد بخیر میریم به شهر مزار شریف یا یکی از ولایت ها، بعد از اون انشاءالله دوباره با یکی از کشورها سفر خواهد کردیم و بهترین برنامه را بر شما پیشکش خواهد کردیم. خدا کنه که از ما آزرده نشده باشین، هر چیزی که تقدیم میکنیم مورد پسندتان قرار بگیره و یگانه هدف ما ای است که شما لبخند به لبایتان بیایه و همیشه خوش و خندان باشین دیگه. خواستم که موضوع مریضی ما همراه شما دوستا در جریان بگذارم به خاطر از اینکه من از کابل حرکت کردم و بر شما فکر کنم که یکی دو ویدیو نشرم کردیم که ما به خاطر یک ماه، چون ویزه ما یک ماه بود، آمده بودیم که در طول یک ماه در اقل یک 50-60 برنامه ثبت کنیم، اما ای که خدا نخواست بر من یک مشکل پیش شد و ما نتونستم که مکمل برنامه را بازم. خداوند سپاسگزار هستیم که در روزهای اول تانستیم همه روزه 2-3 برنامه 4 برنامه ثبت کنیم بر شما که حدوداً بیش از 25 برنامه انشالله تقدیم شما خواهد شد تا ای که شما او را میبینین. انشالله ما هم صحتمند میشم و دوباره به کارم ادامه میتم. امیدوار هستیم که همیشه ما را حمایت کنین، ما را تشویق کنین، چی در افغانستان برنامه ثبت میکنیم چی بیرون از افغانستان ثبت میکنیم. فقط هدف ما است که شما لبخند به لبتان بیاید و یک چیز بیاموزین از سوژه مواردی که ما خدمت شما تقدیم میکنیم. تمام تان دوست داریم، به پناه حق باشین. زنده باد مردم سربلند ما، زنده باد نیروی امنیتی ما که به خاطر حفاظت از ننگ و ناموس ما البته شب و روز در قله‌های بلند افغانستان خدمت میکنن و زنده باد شماهایی که مرا بیننده هستین. تمامتان جور و سرحال و سلامت باشین. میگن صحت ثروت است دیگه. امیدوار هستیم که از گپای بنده خفه نشده باشین و یگان گپای مکتب بالا میره به خاطر از این که چندین دوار ما امروز استفاده کردیم.
دیگه اینی قوی ترین دوایی است که فکر کنم یکی از دکتر صاحبا ما با کابل تماس گرفتم، عکس روان کردن، گفت این جگه پیدا شوه. اینی را ما تقریبا 1000 افغانی که 50,000 سوم میشه با پیسه ازبکستان خریداری کردیم. دیگه نمیفهم دوا چرا قیمت است، منتها تمامش نوشتای روسی داره. بعد صورت شما را چی دردسر بتم، خواستم که می مریضی ما می پیام ما شما هموطنای عزیز بشنوین و نگوین که نظری تو خبر ما وعدای بزرگ داده بودی اما چرا. و یگانه سبب علت شما می است که من مریض هستم و نمیتونم که کار به درستی پیش ببرم. وقتی که صحت آدم خوب نباشه با صحبت هم نمیتونه و ذهنن آرام هم نمی باشه. دیگه به اون لحاظ انشاءالله برنامه که ثبت کردیم مورد پسندتان قرار میگیره، قناعتتان حاصل میشه. یار زنده صحبت باقی تا دیدار دوباره. خداوند یار مددگارتان. پیروز باشین.